فرشته ها چگونه می شوند؟ فرشته ها نعمت بزرگی هستند که آنها را الله تبارک و تعالی آفریده است. همه فرشته ها مسلمان بوده به الله و به پیامبرانش ایمان می آورند. فرشته هیچگاه بر خواهش الله ضد کار نمی کنند. آنها دائما با فرموده الله مشغول هستند. آنها گناه نمی کنند و در آنها فکری بد یا که خلق بد نمی شود. فرشته ها از نور آفریده شدند. آنها نمی خورند، نمی نوشند، خواب نمی کنند، خسته نمی شوند و پیر نمی شوند. با سبب پیری یا که بیماری وفات نمی کنند. در فرشته ها جنس نمی شود. آنها نه مرد هستند و نه زن. آنها اویلدار نمی شوند و افزایش نمی کنند، یعنی بسیار نمی شوند. فرشته ها از ما غایبند و حس نمی شوند. با طفیل همین آدمان آنها را نمی بینند. آیا فرشته ها به قیافه مرد و یا زن می درآید؟ البته فرشته ها به قیافه مرد در حال به اعضای علاقه جنسی در آمده می توانند، لکن هیچگاه به قیافه زن نمی درآیند. غیر از این فرشته ها به قیافه پرنده، شیر و دیگر در آمده می توانند، ولی آنها به قیافه مار، خوک، سگ و دیگر حیوان های مثل همین ها نمی درآیند. فرشته ها نسبت به انسان و جن ها بزرگ می شوند. از آفرینش دنیا عدد انسان ها و جن ها را جمع کنند، همه به عدد فرشته ها برابر شده نمی توانند. همه فرشته ها پیش از آفرینش انسانیت خلق شدند و تا آخر زمان می شوند. هنگامی که فرشته اسرافیل سور را می دمد، غیر از فرشته عرش را می داشتگی و پاسبانهای جنت و دوزخ، دیگر فرشته ها می میرند. در آخر جان همش را گرفته و خود ملک الموت هم هلاک می شود. باقی خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.